هنر تنها یک وسیله برای ایجاد زیبایی نیست، بلکه هنر وسیله‌ایه برای تعامل، صلح، همزیستی و همدیگرپذیری، کما آنکه میتونه که درگاه‌های اقتصادی زیادی هم ایجاد بکنه. طی سالیان گذشته با وجود جنگ و شرایط ناگوار اقتصادی و سیاسی، متاسفانه جوانان ما از هنر دور شدن و کشور و ملت ما از این ارزش‌های خود تقریباً رو به دست کشیدن گذاشته. اما با حمایت نهادهای مختلف فرهنگی و دوباره ایجاد کردن زمینه رشد و کار در عرصه هنری، ما میتوانیم که مجددا این همزیستی، این هنر و این زیبایی و همینطور ایجاد درگاه‌های اقتصادی برای جوانان، مخصوصا برای قشر اوناس، خانم‌ها که در این عرصه توانایی و ظرفیت بالقوه بیشتری دارن، ایجاد بکنیم و یک بستر بسازیم، نه تنها برای افغانستان بلکه برای یک هنر بین‌المللی. تنها دلیلی که میتونه اتحاد و همدیگرپذیری به وجود بیاره بین یک مملکت فرهنگ و هنر نه، چون فرهنگ و هنر اصالت یک کشور بیان میکنه و این تنها راهیه که میتونه مردم متحد بشن و از جنگ و از خستگی جنگ و تمام دغدغه‌های زندگی دور بشن و به سوی هنر روی بیاورن. هنر که هست انسان بالاخره از او جنگ و جدال و بالاخره موضوعاتی که در افغانستان میتونه به دور کنه، میتونیم بالاخره به یک دروازه جدیدی که به روی دخترها فعلا همین میتونیم به یک دروازه جدیدی که باز شده میتونیم کار کنیم روی از مشکلاتی که فعلا دغدغه‌هایی که در زندگی داریم کم به دور باشه.